الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم در هر جایی که هستید لباس عزت و عافیت و صحتمندی را بر تن داشته باشید و از گزند روزگار در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. برادران و خواهران عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله برنامه گنجینه ها و یا معرفی کردن شخصیت های علمی و دانشمندان کشور عزیزمان افغانستان عزیز. امروز بسیار خوشحال هستیم و خرسند هستیم که مهمان بسیار عزیز و نهایت گرامی، برادر و یا دوست بسیار عزیزمان جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری حفظه الله با ما هستند. در قدم نخست از ایشان تشکر و سپاسگزاری میکنیم از اینکه فرصتی طلایی را در اختیار ما قرار دادن، با وجودی همه مصروفیت ها و مشغولیت ها و درس و تدریسی که دارن. و در قدم دوم، مسائلی که در لابلای بحث مطرح میشه، یک بخش از بحث ما مربوط به دستاوردها، کارکردها، درجات تحصیلات عالی و خاطرات تلخ و شیرین زندگی برمیگرده. بخش دوم بحث ما مربوط به ای که جناب حضرت انصاری صاحب حفظه الله در کجا به دنیا آمدن، فرزندکی هستند و دوران طفولیت و نوجوانی را کجا سپری کردن، تحصیلات ابتدایی را از کجا شروع کردن و تحصیلات عالی را کجا ختم کردن. و بخش سوم برنامه برمیگرده به مسائلی مصروفیت ها و مشاغلی که دارن، بحث مدرسه هست و گاه وقتی شما در صفحات مجازی میبینیم که بعضی از سخنرانی ها و بیانات حضرت عالی سرمشق یا سرخط رسانه ها قرار میگیره. انشالله روی قضایا هم نکات خواهیم داشت با ایشان. در قدم نخست خوش آمدید میگیم جناب حضرت. سلامت تشکر از اینکه فرصت فراهم ساختید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، استاد قاضیزاده صاحب عزیز و گرامی و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم. جزاکم الله خیر. جهان سپاس. اگر بی‌ادبی نشه، چون تقریبا بحث معرفی شخصیت ها یک بحث تاریخی است، حتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز از صحابه. جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری فرزند کیست؟ در کدام گوشه افغانستان به دنیا آمدن؟ گرچه که شما به همه امت اسلامی مربوط میشین. سلامت باشیم. چند سال عمر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا نام من مجیب الرحمن هست. ولد الله سبحانه تعالی غریق رحمت کنه که همین روزها فقط 1 سال میشه از پدر بزرگوار ما که از دنیا تشریف بردن، خواجه محمد رفیق انصاری، و جد بزرگوار ما الان در قید حیات هستند، خواجه محمد صدیق انصاری. و از خانواده انصاریان که سلسله نسب برمیگرده به شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری، و بعد از خواجه عبدالله انصاری که بالاتر بریم به صاحب رحل رسول صلی الله علیه و سلم حضرت ابو ایوب انصاری که جد بزرگوار ما هست. در هرات باستان، در منطقه‌ای که الان ما و شما قرار داریم، در گازرگاه شریف جوار خواجه انصار قدس الله سره العزیز، در خانواده‌ای که الحمدلله علم و عرفان و همو تزکیه و احسان هست، خداوند لطف کرد به دامان چنین خانواده به دنیا آمدم. و دوران نوجوانی یا همو طفولیت را اول شروع کنیم. دامان پدر و مادر که الحمدلله واقعا من نمیتونم لطف و احسان والدین را هیچ وقت فراموش کنم. بعد از فضل الله سبحانه و تعالی فضل و لطف والدین بوده. تا سن 4-5 سالگی که در کنار پدر و مادر، بعدن نخستین اساتید پدر و مادر جان و بعدن جد بزرگوار ما خواجه صاحب محمد صدیق انصاری حافظ قرآن و از علمای منطقه هستند. دروس ابتدایی یعنی ابتدای فقه ما نزد جد بزرگوار خود، و بعدن تا سن 10 سالگی
و از 10 سالگی من وارد یکی از شعبات حفظ شدم که الله غریق رحمت کنه. حضرت مولانا صاحب آقا گلخان از دنیا تشریف بردن در عمر 13 سالگی. الحمدلله حفظ قرآن عظیم الشان کامل میشه. سبحان الله، تکمیل. الحمدلله. بسیار و همچنین نزد جد بزرگوار خود دور میدادم، چون جد بزرگوار هم حافظ قرآن هستند. در سن 15 سالگی وارد، چون از ابتدا مکاتب مختلف بود که مکتب ابتدایی خود منطقه بود تا صنف 6 و بعد از آن ما یک دوره داخل شهر لیسه انقلاب هست و بعدا از اونجا وارد مدرسه قیاسیه و صنف 12 اونجا که من فارغ شدم و در کنار این مدارس رسمی باز در همین دارالعلوم عالی انصار که قبلا که وقتی که من اینجا درس میخوندم به نام الجامعه الانصاریه بود. در اینجا استادای زیاد بزرگوارا که بسیار ببخشید زانوی تلمذ نزد اساتید بزرگوار و خصوصا مکلیات رو بیان بکنم، فنون و اینها که خوانده شد. بعدا نزد حضرت مولانا مفتی نجیب احمد خراسانی دوره حدیث الحمدلله به پای اکمال رسید در همین مکان، در همین گازرگاه شریف. و همچنین عادت هرات و سایر ولایات دوره حدیث مدت 9 ماه خوانده میشه. من خوشبختانه استاد بزرگوار زحمات زیادی کشیدن. دوره حدیث ما 3 سال طول کشید چون سوال های زیادی بود پیشم باید حل میشد چون مسئولیت سنگین بود. و الحمدلله و خوشبختانه که در سال 1384 ما عازم حج بیت الله الحرام شدم. الله اکبر. و در او سال یکی از آرزوام همی بود که کاش بتانم چند روزی چند صباحی در جوار رسول صلی الله علیه و سلم همون فکر بود. تا سال 1389 باز دوباره حج رفتم و اتفاقا با دوستا جامعه اسلامی رفتیم و اونجا دوستا و اساتید و اینها رو دیدیم. همون ذوق قلبی بود که و در جامعه اسلامی قبول شدم. آرزو برآورده شد و در سال 90 جامعه اسلامی رفتم و مدت 6 سال در جامعه اسلامی که یکی از بزرگترین آرزوها و افتخاراتی بود که در اونجا من قرار داشتم. و نظر به مشکلاتی که ما در اینجا پدر بزرگوار مریض بودن دیگه ما لازم بود پس برگردم و طرف وطن و در خانه و زندگی و سر درس و تعلیم و پروگرام. درسته که استاد عزیز در اونجا خواندنی بدیم، خب پای تکمیل رسید الحمدلله. الحمدلله در ابتدا کلی حدیث 1 سال خواندم چون ذوق قلبی من حدیث بود. باز هم مشوره دوستا و اساتید زمین شد که تخصصات و دعوت هست. بسیار. باز رفتم کلی دعوه و اصول الدین و الحمدلله با درجات عالی و الحمدلله به پای اکمال رسید. و در کنار ای باز از مشایخ مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم از اونها استفاده میکرد. بسیار عالی، بسیار عالی. زیبا. جناب انصاری صاحب عزیز، اگر از خاطرات دوران زندگی فرازنشیب های متعددی داره، تلخی ها و شیرینی ها در زندگی همه هست، از خاطرات دوران تحصیل، دوران زندگی یک نمونه از خاطرات شیرین، یک نمونه از خاطرات تلخ ما بیننده های عزیز بگیم. من از زمانی که یعنی دست و راست چپ به خودش شناختم در راه تعلیم و تحصیل بودم. خاطرات زیاد هست. یعنی من در سن 17 ساله قرار داشتم که در همین مسجد جامع ابتداءً مؤذن بودم. از جمله یعنی خاطراتی که هم برای من شیرین هست و جالب هست ای بود که نماز جمعه اینجا که الان شما مشاهده تا حدود 10,000 نفر میشه که اشتراک میکنن، 200 یا 300 نفر بیشتر نبود. من یک روز خطیب صاحب گذاشتن تشریف نیاوردن، کسی نبود نماز جمعه رو بخوانه. من دوران تعلیم بود و درس میخواندم. خب یک جمعه اولین جمعه هست، وقت طالبا هست، حکومت طالبا.
و استاد شدیم گفتیم که اگه بین همین صفها مولوی صاحب باشن که همین نماز جمعه ما رو بخوانن. باز مولوی صاحب یک شخص آمد و نماز رو خواند. ما پیش خود گفتم که خب اگر هفته دیگه میشه همین مولوی صاحب داخل همین صف نباشه نماز کی میخوانه. باز همین بود که همون وسط هفته ما خطبه را حفظ کرده بودم. سبحان الله. اتفاقا بازم همون خطیب صاحب تشریف نیاوردن. این جمعه استاد نشدیم که برادرها کسی هست که نماز بخوانه یا نه. من فورا همین عصا را گرفته بالا شدم منبر. منبر که بالا شدم اولین بار است که منبر بالا میشم. خداوند غریق رحمت کنه. اجی آقا ما گفتن تو که منبر بالا شدی، من بسیار پریشان شدم که تو منبر چه کار میکنی. باز همین بود که من خطبه که خواندم. بعد از خطبه اولین صحبت من به یادم هست که سوره والعصر ترجمه کردم. سبحان الله. و از منبر که پایین شدم دوستا خیلی استقبال کردن و همون بود که من طرف منبر و خطابت و این مسئولیت بزرگ قرار گرفتم. چقدر زیبا. و از خاطرات شیرین ترین خاطره بود. خاطره تلخ اگر بگم، اگر چی هم که تلخ نیست، بعد از 6 ماه یا 1 سال از خطابت ما گذشته بود، مسئولین اوقاف همون وقت از مرکز یک پلان جور کرده بودن که هر کس که خطیب باشه باید امتحان بده. باز قصد و ارادم فکر میکنم بیشتر ما بودم سر همین گپ بوده، قضیه بوده. بعدا ما رفتم داخل حج اوقاف که علمای موسفید نشسته هن. اون مسئولی رو گفت که شما به امتحان بدیم. ما گفتم شما باید برای ما وقت میدادیم که آمادگی میگیریم. گفت که این پروگرام همین شده. گفتم مشکلی نداره و من آماده ام. رفتیم طرف امتحان. سر امتحان نشستیم و برای من خیلی جالب بود که من سن یا 17 تازه یا 18 دیگه کل موسیفیدا و خطبای کلان و اینها نشستیم. خب اگرچه چون برنامه از خاطرات تلخ همی بود که من وقتی که طرف امتحان میرفتم بسیار پریشان شده بودم که این امتحانی که سوالات در حد یک خطیب و در حد یک عالم دین و من دروس ابتدایی تازه پیش می بردم و حتی دوری حدیث رو وقت نخونده بودم، کامل نشده بود. و تا به این قسمت برای من بسیار تلخ بود که وقتی که پارچه رو گرفتم حقیقتا دیدم که برای من بسیار سهله، آسانه. چیزهایی که بسیار یعنی برای من واقعا چی بود. و از اون سوال ها 4-5 تا بحث قرائت و تجوید بود که برای من بسیار جالب بود. باز همینجا یک خاطره دارم که دیدم که یکی از مولوی صاحبا همین نزدیک میشد، گفت همون سوال چیه؟ و من بسیار قوت و جرأت پیدا کردم. مولوی صاحب کلان در فن قرائت و تجوید بود، از ما پرسان کردن. دیگه اونجا برای من یک قوت پیدا شد. حقیقتا برای من او خاطره تلخ بود که ما آمادگی نداشتیم. بله. و از روز ابتدا که من مسئولیت خطابت رو گرفتم، بزرگترین مخالف در عرصه خطابت ما خانواده ما بودن. خصوصا اینا موافقت نداشتن چون اینها میگفتن این مسئولیت سنگین هست و این نوجوان هست. و از روز اول حتی تا به امروز خانواده به این اصرار ندارن که من مسئولیت خطابت را داشته باشم، چون به خاطر که این مسئولیت سخت و سنگینه. و ما یک خاطره از جد بزرگوار خدا رو که الان در قید حیات هستند. روزی جمعی از علما، چون ما در لابلای مسئولیت خطابت نشیب ها و فراز ها و سختی ها و اینا زیاد چی شد. یک روز ما بحثم از توحید بود و اینها بود. خب میشه گفت که یک گروهی از اهل بدعت آمده بودن در خانه به شکایت پیش جد بزرگوار ما. و این خاطره هیچ وقت از یادم نمیره که چون مبارزه شما یک بخشش همین رد خرافات و بدعات اینها بود. باز جد بزرگوار ما همه نشسته بودن. اونها که شکایت کردن گفتن که این فعلا در یک منهج روان هست که ضد می خواجه انصار گپ میزنه. باز جد بزرگوار ما یک کلمه گفتن، میخوام که از اصالت خانوادگی بگم. جد بزرگوار ما گفتن از روزی که به منبر بالا شد ما برای از یک توصیه داریم که دین هیچ وقت به دنیا سودا نکنی. و این سری که الله برای تو داده
به خاطر کتاب الله و سنت رسول الله زیر دار هم برای ما افتخار هست. سبحان الله. این حرف جد بزرگوار ما برای ما اهل مجلس و محفل و اینها بود. و ما الحمدلله از روزی که به منبر بالا شدم تا به امروز فقط دعای پدر و مادر بوده، دعای جد بزرگوار و دعای تمام دوستا و عزیزان، خواهر و برادر، نه تنها در سایه هرات بلکه در کل افغانستان، بلکه خارج از افغانستان در کشورهای مختلف که برادرای ما چی مهاجرین دعای ما منم در حق ما من قبول میشه. بسیار عالی، بسیار عالی جناب حضرت انصاری صاحب حفظ الله. اگر از کمک سوالات خصوصی تر بکنیم، طبعا ازدواج کردین، چند فرزند دارین، تعامل اخلاق شما در خانواده بیرون خانه که هیچ ندارین، اما از داخل خانه اگرچه بحث تعامل داخل خانواده باید از خود خانواده پرسان کرده. طبعا هر کس تعریف خود رو میکنه که من نمره میده برای خود. الحمدلله ازدواج شده، ثمره ازدواج 4 پسر هست و 1 دختر هست ماشاءالله. و الحمدلله اولادا، اگرچه مو 1 اولاد کلان ما در سرم حادثات زیادی آمد، باز در امو حادثه اول طفل ما 1 ساله بود که از اثر صوت همو فیر و اینها کمک تکلیف بری از او پیش آمده که میشه گفت که حافظه خورد تا اندازه از دست داده، نسبت به درس و به تعلیم و اینها کمی ضعیفتر هست. و طفل دیگه ما 11 ساله هست که الحمدلله همین 6 ماه میشه که حافظ کل قرآن عظیم الشان شده، حفظ کامل کرده. و اولاد دیگه ما یعنی مصعب جان که مریض هست و کمی اگرچه هم جور شده رو به بهبودی هست و از او خیلی یک خوشحالی دارم که یک عادت داره که 5 وقت نماز خوره، اگر به جماعت نخونه از اون ساعتی که از جماعت بمانه 1 ساعت شاید گریه کنه، بی جماعت نماز نمیخونه. دوران طفولیت و خوبی به ما حافظ قرآن شده. مصعب جان چند ساله است؟ مصعب 14 شده تازه. 14 شده. دمی 14 سالگی پایبند نماز جماعت. بسیار پایبنده. از 7 سالگی ایمیت پایبند جماعت بود تا به الان. و حتی نماز صبح و عشاء زاری میکنیم پیش از او که شرایط خوب نیست نرو، اما باز هم او میگه که من علاقمنده. و خوبی به ما الحمدلله حافظ قرآن هست. معاذ ما درس میخوانه، صنف اول مکتب هست چون تازه 6 ساله شده. و دخترک ما عایشه هست که مولود مدینه هست. و حسین ما هم که خورد هست، تازه نزدیک 2 ساله بشه، حسین جان هست. الحمدلله زندگی خیلی خوب پیش میره از لحاظ معیشت و زندگی و اینها. خدا را شکر. ما تا زمانی که پدر بزرگوار ما در قید حیات بودن که هیچ چیزی رو نمیفهمیدم، همه مسئولیت ها رو انجام میدادن و همین لحظه هم به دسترخوان پدر نشسته هستیم، چون ما خودم 4 همشیره دارم که همه خانه بخت رفتن و 2 برادر مادر جان حیات دارن الحمدلله. در قسمت برادرای ما یکی شیخ سیف فضل الرحمن که الحمدلله شما آشنایی داریم و برادر ما خواجه حبیب الرحمن که مصروف کار و بار و اینها هستن. و الحمدلله همین خانواده ما همه مجموعاً از جد بزرگوار ما گرفته که در قید حیاتن و کاکاها ما حتی اجی آقا که حیات داشتن و الان ما به یک شکل در یک خانواده زندگی میکنیم که همین کاکاها را ما همیشه حس پدری برای ما داده بوده، احترام اینا برای ما بوده و کاملا از طرف کاکاها و از طرف خانواده ما به اصطلاح وقف همین راه کشیده بودیم. الله اکبر. شما دیگه در اونجا مسئولیتی ندارید، فقط وظیفه همین دعوت و مدرسه و کارهای علمی و اینها هست. و از لحاظ اقتصادی الحمدلله جد بزرگوار ما در هرات یک تاجر بزرگ بودن که مالک در خانه نشسته، بعد از اجی آقا در کاروبار و تجارت بودن. کاکاها فعلا در تجارت هستن و یک کاکای ما اجی خواجه سید محمد عثمان انصاری فعلا در اتاقای تجارت مسئولیت دارن. ما اجی بابا یک حرف میزنن، میگن که
اجداد ما یعنی پدرکلان ها دعا کرده بودن که می خانواده ما نه خیلی پولدار باشیم که ما رو به طرف غرور و تکبر بکشانه، نه فقیر باشیم که دست ما دراز باشه. متوسط بسیار یک زندگی خیر الامور اوسطها هست که زندگی پیش میره الحمدلله. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب انصاری صاحب عزیز، از عایشه جان گفتین. بسیار از دین ستیزان از فرصت سوء استفاده میکنن همیشه، گرچه برای اهل دین، برای کسایی که اهل علمن معلوم است موقف، بیانات، برنامه‌های دعوتی شما در مورد درس و تعلیم زنان یا خواهران در مجموع دیدگاه شما را اگر شرح داشته باشین، چون به خاطر فهم در ایگو شکی نیست که دین مبین اسلام دین علمه و طلب العلم فریضة علی کل مسلمین که گفته شده، اگرچه حدیث دیگه شامل مسلمه هم هست ولی او ضعیف هست، همین مسلم که گفته مسلمه هم شامل میشه. و قرآن عظیم الشان در بحث شما ببینیم امر به معروف و نهی از منکر وقتی میاره المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، قضیه امر به معروف و نهی از منکر بدون علم نمیشه، غیر ممکنه. بله باید علم باشه که امر به معروف و نهی از منکر. پس وظیفه زن و مرد امر به معروف و نهی از منکر هست. وقتی که ما از علم یاد میکنیم از ام المؤمنین عایشه صدیقه دیگه بالاتر ما معلمی در میگه نصف دین از بیان بگیریم. و در قسمت بخش تعلیم در این شکی نیست که ما استاد امام بخاری داریم که یک زن هست، صحیح البخاری، وقتی که صح الکتب بعد از قرآن هست. و مؤلفات زیادی از خواهران ما در عرصه های حدیث، در تفسیر، در اینها داریم. و از آن جمله محدثینی داریم، محدثین بزرگ داریم، شخصیت ها. پس بناهن درس خواندن برای زن، برای مرد، برای همه لازم و ضروری هست. ما در اینجی بعداً شاید جز سوالات شما بیایه که بخشای کاری ما فعلاً در زیر پوشش انجمن شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری که انجمن ما و شما هست، بیش از 1000 خواهر مصروف درس و تعلیم و تحصیل و اینها هستند، هم در عرصه فقه و در عرصه حدیث و هم در عرصات حتی در نماز جمعه میگن جای مخصوص برای خواهرها اشتراک میکنن. نماز جمعه ما بیش از 5000 خواهر شرکت میکنه. سبحان الله. بیش از 5000 خواهر به نماز ما در همایش روز جمعه میگفتن بیش از 20000 خواهر بوده. الله. یعنی این دروازه بروی خواهرها مفتوح بوده و باز هست. و الحمدلله آن حقوقی که شریعت، دین، اسلام برای خواهران قائل شده، این حق مسلم اینه که باید برای داده بشه. بسیار راسته. دیگه شریعت در عرصه های مختلف، در عرصه جنگ میبینیم ازواج مطهرات در غزوات شرکت داشتن. حتی کلاس های درس رسول الله صلی الله علیه و آله برای زنها داشت. همین باب النساء که در مدینه هست کفایت میکنه که یک دروازه بیانگر همین هست. واقعیت. جناب انصاری صاحب عزیز، از مدرسه گفتیم. چقدر شاگرد مصروف تعلیم است در اینجا، هم از بخش خواهرها هم از بخش برادرها، و شیوه درسی که در اینجا تطبیق میشه چگونه است؟ در قسمت کارها و پروگرام های علمی که اینجا صورت گرفته، در قدم اول انجمن هست، انجمن شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری که مجوز داره از وزارت عدلیه، و بعدا زیر پوشش انجمن شیخ الاسلام کارها و پروگرام هایی که صورت میگیره. اینجا بخش های مختلف هست، چون سرزمین ما و شما و افغانستان طبیعت ها مختلف هست. بعضی شاگردانی هستند که هیچ قصد و اراده سند ندارن که سند حکومتی داشته باشن یا چه، فقط دنبال علم هستند. که ما دارالعلوم عالی انصار بخش لیلی و 300 نفر یا قریب به 300 نفر تقریبا میتونیم بگیم خصوصی است. خصوصی، بله. خصوصی، چون ما یک بخش دیگه هم خصوصی داریم، حکومتی هست، و این خصوصی هست. اینها از صنف هفتم تا به دوره حدیث و دوره تخصص افتاء خوانده میشه. الحمدلله شاگردانی هستند که بیش از 26 ولایت افغانستان اینجا مطالعه در همین مصروف تحصیل هستند، از ولایات مختلف با اقوام مختلف، همه بالاخره در همینجا که خاص به خاطر درس و تعلیم تا دوره حدیثه. یعنی فکر اینا فقط درسه، دیگه چیزی نیست. باز بعضی از شاگردان ما خب طبعا بدون سند هم نمیشه، دوایر حکومتی شرایط همین ایجاب میکنه.
باز در او بخش مدرسه خصوصی دینی انصار هست که 250 لیلیه داره و مجموعاً 500 نفر هم نهاری داره، 750 شاگرد که الان مصروف درس و تعلیم هستند. او خصوصی هست که سندی حکومت میده اما به مصارف از او کار نداره. مجموعه مصارف مدرسه خصوصی دارالعلوم علی انصار اینها و تمام زیر مجموعه انجمن الحاقیه هم داره طبعا در سطح شهر، در سطح شهر و اینها همه برمیگرده به کمک های خیرین و تجار و اهل خیر. و بخش دیگری داریم که دارالایتام انصار بشیر هست که الله سبحانه و تعالی به او تاجر خیر جزای خیر بده که در ابتدا آمد و دستمون مهر و نوازش خود سر ایتام گرفت و بعدا گفت که من یک جای میسازم که مجموعاً 5 لک دلار گم سرمایه گذاری میکنم و همون سرمایه گذاری از او 5 میلیون شد. فعلا 5 میلیون جای ساخته، 5 میلیون دلار و 750 تا یتیم اونجا فعلا مصروف درس و تعلیم شب و روز به اونجا قرار دارن و او کاملا مصرفی و کاری و بودجی و همه به دوش همون تاجر هست. رادیو صدای انصار هست که در زیر پوشش انجمن هست و در فعالیت در سطح هرات داره و همچنین در فضای مجازی و اینها، تلگرام ها و اینها. و در قسمت زیر مجموعه ها دارالعلوم سروستان هست که یک منطقه به نام سروستان داریم در اونجا تحت نظارت مدرسه و انجمن هست. او هم جزء مدارس خصوصیه که سندی رسمی هست، شاخی از مدرسه خصوصی انصار هست و بیش از 40 حلقه حفظ زیر پوشش انجمن هست که الحمدلله در حدود قریب 7.5 هزار شاگرد مصروف حفظ قرآن عظیم شان هستند، هم از بخش خواهر و برادر. و در منطقه گازرگاه مجموعاً میشه گفت که بخش دارالایتام مدرسه خصوصی و دارالعلوم بخش خواهران که ما در اینجا شعبه حفظ از خواهران هست و همچنین الان درس تفسیر داریم که یکی از خواهران مفسره هست که برای دیگه خواهران تفسیر درس میده. مجموعاً شاگردانی که لیلی و نهاری در خود همین ساحه گازرگاه 2000 شاگرد، یعنی بیش از 2000 شاگرد هست که همه اینها الحمدلله و توفیق الله سبحانه و تعالی و کمک های مردمی و خواهر و برادری که در این سرزمین و در هر نقطه افغانستان، هر داخل و خارج و بالاخره کمک هایی که از اونا هست. و ابتدای کار تعلیمی که من یک اشاره بکنم که از کجا آغاز شد، جد بزرگوار من همه ساله ختم داشتن، ختم میلاد همه ساله، یعنی میگفتن که شاید 35-40 سال بشه که من همه کار انجام میدم. در 12 ربیع الاول جد بزرگوار من در حدود 1000-2000 نفر دعوت میکردن و صحبت میشد و سخنرانی میشد و من در او محفل خب یاد دارم خود بدم اشعار میخوندم یا سرودی میخوندم یا بالاخره مقاله رسید تا من که خطیب که شدم باز پیش جد بزرگوار نشستم گفتم که همین مصرف شما بدیم من یک 10 تا طالب بخوام میگیرم همینا رو طالبا شروع کنن مفیدتر از مفیدتر رسول الله صلی الله علیه و آله بهتر خوش میشن الله بهتر راضی میشه. باز همون ختم میلاد ما با هم خورد و از مدرسه سمت مدرسه و مدرسه یعنی آغاز افتتاح و بنیاد از همون شد از جد بزرگوار. این صدقه جاری هم برای جد بزرگوار هم هست. جناب انصاری صاحب عزیز، در موردی نظام درسی امروز میبینید که عده‌ای از مخلصین حتی حمله بر مدارس دارن و همیشه تبلیغات میکنن که در این مدرسه ها به اصطلاح تروریست تربیه میشه، علیاذ بالله، که نمیفهم که افراطیت است که فلان و فلان است. هم در مورد نظام درسی که در این مدرسه و انجمن ادبی عرفانی پیر هرات است و هم چیزی که در اینجا تعلیم داده میشه و به پیامتان برای این افراد. در قسمت نصاب تعلیمی در دارالایتام انصار بشیر و مدرسه خصوصی دینی انصار به اینها که همین نصاب معارف هست، آنچه که وزارت معارف میایه نظارت میکنه، همون لوایح پیش میره. و در قسمت دارالعلوم علی انصار که من باید اشاره بکنم، ما شورای مدارس در حوزه غرب داریم که الحمدلله شورای مدارس تبدیل شد به مرکز و بالاخره حال مجمع المدارس افغانستان هست که یعنی بیش از 1000 مدرسه امروز در افغانستان همه با هم با اتفاق با یک نصاب پیش میره که مجمع المدارس افغانستان نصاب تکمیل شده، با وزارت داده شده که به همو برای ما بالاخره مورد قبول وزارت واقع بشه و چیزی که در این مدارس تدریس میشه قرآن هست، حدیث هست
فقه هست و در مدارس خصوصی ما که از علوم عصری کمتر استفاده میکنیم. در کنار از او گفتیم که دیگه مدارس رو داریم به خاطر اینکه همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند العلماء ورثة الانبیاء، باید که افراد همون رشته خود اینا موفق باشن. وقتی ما جامعه ما نیاز به مفتی داره باید در همون فن خود تخصص کامل داشته باشه. بنابراین در این راستا که الحمدلله مدارس ما موفق بوده و علمای تربیه میشن که فردا همین جامعه برای از اونا ضرورت دارن در تخصصات مختلف، از ابتدا که از صرف و نحو و بالاخره فنون مختلف شروع میشه و بعد میای تفسیر و حدیث و فقه و اینها و دوره حدیث و دوره تخصص فقه و این مسائل. در قسمت ای که بعضی دین ستیزها و یا سکولارها انگشت انتقاد سر مدارس دارن، خب اونا انگشت انتقاد سر قرآن و سر دین دارن دیگه. ما که نمیتونیم قرآن رو بیاریم به رأی از اونا تفسیر بکنیم. طبعا کسانی که مخالف جهاد باشه داخل قرآن بحث جهاده، کسانی که مخالف بالاخره حجاب باشه داخل قرآن بحث حجاب دیگه. ما که نمیتونیم از قرآن بیاییم یک تفسیری بکنیم که سکولارها و بیدینها و دین ستیزها و اینا بیاییم اونا راضی بسازیم. خب طبعا اونها برای از اونا برخورد میکنه. در این شکی نیست که مدافع حقوق مردم جامعه همین مدارس بودن و هستن و الحمدلله امروز همین مدارسه که خیلی وضعیت رو کنترل میکنه. مثلا ما برای شما نمونه یکی از خاطرات به یادم اومد از ولایت بدخشان. ما چند سال قبل قریب تنها از بدخشان 80 تا شاگرد داشتیم. سبحان الله. 80 تا شاگرد داشتیم. یه 80 طالب وقتی که از بدخشان حرکت میکنن امنیت ملی بدخشان اینا رو میگیره. شما 80 همه با هم بودید؟ همه با هم میان. شما کجا میید؟ او وقت کسی اینجا قماندان امنیه بود که او هم از بدخشان بود به نام آقای قطره بود. باز ما امنیت ملی بدخشان گزارش داد به هرات و هرات ما به جریان گفتم بله طالبا ما و شاگردان ما. باز همون وقت ما به قماندان امنیه گفتم جناب قماندان صاحب شما این شاگردا که میآیند شما بریم به استقبال اینا، به استقبال اینا. باز همونجا ما برای اینا گفتم قدر مدارس رو بدانیم که اگر قدر ندانیم همین مدرسه اگر نمی بود این 80 تا به دیگه جا میرفت تربیه میشد، 80 این تری به جان شما می آمد. بله واقعیت دیگه همونجا هم قبول کرد. درد سر جور میشد. بله ما گفتم تنها از بدخشان 80 نفر طالب اینجا می درس میخوانه، از هر ولایت 20 نفر و 10 نفر. اینها شما خدا رو شکر کنیم که از هرات میره به بدخشان درس میخوانه، از بدخشان میاد هرات درس میخوانه. همین تنوع وجود داره، تنوع ایجاد داره که الحمدلله همین وضعیت که کنترل میکنه مدارس هست و علما هستن و جامعه علمی هست. بسیار عالی. یک صحبت بسیار سر و صدا بلند کرد، ما هم در اون مورد صدای خود بلند کردیم به دفاع از حق. قضیه چی بود؟ چه قدر واکنش‌های بسیار منفی نشان دادن عده‌ای از مغرضین؟ آیا واقعیت در اینجور دستگاه تنفیذ قانون به این شکلی که اینا برداشت کرده بودن وجود داشت ترتیب، یا نه که فقط همون بحث امر بالمعروف بود و اینا چنین واکنش نشان دادن؟ پلان دشمن و یهود و نصارا یک پلانی هست که بحث دموکراسی که یک خطرناکترین بحث هست که امروز هم لذت دارم چشیدن. بله در قسمت اداره امر به معروفی که ایجاد شد ما در همین منبر و این مدرسه همین کارها و پروگرام ها 18 سال 19 سال جنبه تبلیغی بود، دعوت بود. خب دشمن هیچ سر و صدای غزر نداشت که اما وقتی جنبه عملی پیدا کرد ورخطا شدن بسیار. وضعیت بسیار دیگرگون شده بود، از هر لحاظی منطقه ناامن شده بود. حتی در همین جا که قبر فرزند امیر سویسان خان هست و می کنار همین قبر یک فرد کشته بودن، جسدی افتاده بود، کسی نبود پرسان بکنه که امیر کی زد کی کشت. اوضاع به این سرحد یعنی در این ساحه و چند قتل به دامنه‌های کوه صورت گرفته بود که نفر رو بیار و اینجی بکش و برو دنبال کار خو کسی پرسان نکنه. و مسائل و مسائل اخلاقی هم بسیار وضعیت دیگرگون شده بود. خب به چندین جا ما مراجعه کردیم که حالا اگر بعضی
پارکای تفریحی کسی به فساد میره، خب یک بحثه. اما اینجا جای مرده و زیارت و قبر و جای پن گرفتن است، ماحول درس و تعلیم و منبر و از تاجیکستان خواهر و برادر تماس میگیره که ما از برکت صحبت‌ها شما هدایت شدیم، ما اینجا به کنار منبر ما یک عالم و اینا مشکلات اینجا میان گمراهی میکنن. دیدیم حکومت بسیار به این قضیه سلنگار هست و بی توجه هست و من همون با جدیت اعلان کردم که دیگه ما در امی ساحه فساد و قتل و کشتار و بی‌عدالتی ما اجازه نمیدم. و همین بود که الحمدلله به خود جنبه عملی و نتیجه بسیار نتیجه و امروزه در همین ساحه گازرگاه شریف 2000 خانه که شب تا صبح دروازه خانه ها بازه. من میشوخید پیشتر دوستا گفتن موتر کجا استاد کنیم، گفتم این ساحه امنه. الحمدلله و من داخل و آمنه داخل شدیم در امنیت گپی نیست. در قسمت اداره امر به معروف با مفسدینی که در ابتدا بعضی باور نمیکردن که اینجا جدی هست، هر کس که به تخلف دستگیر شده بود همون جزای خود در دید دیگه همون چیزی که تعیین شده بود از جانب دارالفتاء. اما خدا رو شکر که به او سرحد ما کسی نگرفتیم که دستی و قطع بشه و یا مثلا رجم بشه و در این راستا ها قضایای بود که بزرگتر بود. اگر حتی مثلا یک اتفاق که دستگیر شد که یک انسان بدبخت و شقی او هم روز جمعه ساعت 10:30-11 بجه روز یک طفل 12 ساله را از این بچه‌ای که کفش رنگ میکنن داخل بازار ای را آورده بود در حدی که خود همون طفل اقرار میکرد که به او تجاوز صورت گرفته بود. باز ما همون رو به حکومت تسلیم کردیم. حکومت رو صدا کردیم گفتیم انی بگیر تو اجرا کو سر ازی. بله وقتی انتقاد داری و سر صدا داری در این راستا در این مسائلی که بسیار عمده و بزرگ بود حکومت در جریان بود و برای حکومت اینها و الحمدلله حال به یک شکل نرمال شده که همین خود پلیس هم بعضی وقتا زنگ میزنه میگه که بیایم که به اون طرف یک دختر و پسر رفتن امو اداره امر معروف بیا روان کنیم در این راستا و الحمدلله به اداره امر معروف با موفقیت پیش رفته، چیزی که از لحاظ دین یک نیاز جامعه و در اثرات از این نه تنها در حدود و ساحه گازرگاه در خیلی از قریجات ها و خیلی از مناطق جوانان زیادی اثر کرده و همونجی در منطقه خو محل خو ادارات امر معروف ایجاد کردن. ولی نه شاید به این سرحدی که به اینجی که چون ما جدی برخورد میکنیم اونا در حد من را منکم منکرا فلیغیره بیدی دیگر اگر به ید نشد فبلسانه و لسان نشد فبقلبه. دوستا الحمدلله همین انگیزه پیش آمده. در ولایات مختلفا دوستا با ما تماس گرفتن که از جمله ولایت پنجشیر جوانها با ما تماس گرفتن که ما میداری امر معروف در همون جمع اجرا شد. در ولایات دیگه مثل بلخ و بعضی جاهای دیگه تماس گرفتن که ما میداری امر معروف الحمدلله احیا کردیم و این یک نعمت الهی هست. اما میخوام که چون بیشترین سر و صدا که در رسانه ها بلند کرد مجموعه خبرنگارا که آمدن، در بین خبرنگارها بعضی خواهران هم بودن. باز من همون یاد کردم گفتم که اگه خواهران با حجاب اسلامی هستن بیاین هیچ مشکلی نداره. ظاهرا معلوم میشد که بی حجاب تر بودن یا لباس کوتاه داشتن یا لباس چسب داشتن. من گفتم من نمیخوام که عزت و عفت و خواهرم اینجا پایمال بشه، بناهن امی حضور برادرها کافیه. چون خواستم از این ناحیه برای خواهرها خب بفهمانم که عزتتان در چیست. بله کار کردن خواهر و کار کردن زن شرایط داره، قواعد داره، ضوابط داره و در این راستا و همون کمکی سر و صدا و پا کرد که چرا خبرنگارا رو منع کردن یا حاضر نشد با اونها گپ بزنن. و اتفاقا همون روز از یکی از خبرنگارهای خارجی یک زن آمد بی حجابم بود، سری هم حتی لوج بود. دوستا گفتم بله من برای ازی چون کافر هست من نمیگم که چرا حجاب نداری چرا بالاخره سر چون برای حجاب نیست. در قسمت اول او ایمان لازم داره و ما همراه از اون نشستم و مصاحبه کرد و در ایران یعنی همو پیامبر ما برای باز همو خواهرم که مور خواهر انسانی همونجا خطاب کردم گفتم تو خواهر اسلامی نیستی انسانی هستی. سوال کرد که تو چرا دیگه خواهرها رو نپذیرفتی؟ گفتم به خاطر که خواهران مسلمان ما از خود قواعد و ضوابط و شرایط دارن باید رعایت میکردن و تو هنوز به مکتب اسلام داخل نشدی. من نمیتونم که یونیفرم اسلام رو برای تو پایبند قانون نیست. در این راستا الحمدلله که اداره امر به معروف و نهی از منکر
به شکل پیش رفته که امروز حتی در دوائر حکومتی هم وقتی که بحث و مباحثه میشه میگن بریم از منطقه گازرگاه یک درس بگیریم، همون قوانین در کل مناطق اجرا کنیم تا اینکه امنیت بیاید. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. الله حفظتان بکنه. جناب انصاری صاحب عزیز، اگر قرار باشه من حیث بزرگترین دستاورد زندگی برای ما بگید کدام دستاورد؟ مدرسه هست، بخش دعوت هست، حفظ قرآن هست، این اجتماعی بزرگی که در روز جمعه در اینجا جمع میشن، کدام یکی به نظرتان من حیث بزرگترین دستاورد زندگی، یا همه مجموعاً که شک نیست دستاورد هستن؟ بزرگترین دستاورد که از اون راضی هستی حداقل همیشه من حیث یک دستاورد براتون مطرح است که الحمدلله همه فعالیت شده، همه کار شده؟ الحمدلله فعالیت ها که همه از همه راضی هستم که همه فضل و لطف و الهیه، دیگه هیچ چیزی نیست. هذا من فضل ربی، این فضل الله سبحانه و تعالی هست. و برای من بزرگترین دستاورد میشه گفت که این منبر هست که الله اکبر، بعد از نماز صبح حتی بعضی از جوانها به نماز عشا میآیند، پتوهای خود را میندازن که مو جای نگرفته شد تا وقت نماز. نظر به بعد از نماز صبح جوانهای زیادی میآیند می نشینند و برای خود من شخصا فکر میکنم ای بزرگترین و بالاترین دستاوردیه که ما بتانم از منبر رسول صلی الله علیه و سلم ای تشنگانی که تشنه همو آب زلال محمدی هستند بتانم قطرانی و بالآخر شمه و قطره از دین و از اسلام بر کام ای تشنگان بچکانم. برای من همین میشه گفت که دستاورد هست که از ولسوالیای بسیار دوردست دوستا و علاقمندان می آیند و این پای منبر می نشینند و اثرات از ایر ما به چندین جا که خصوصا در سفر حرمین داشتم. یک خاطر را فقط قصه میکنم. یک برادر برای من تماس گرفت که میخوام شما را ببینم. ما گفتم در حرم مکه، او هم در سال 84. الله. در سال 84 یعنی بیش از 15 سال قبل اولین حج بود. من پرسان کردم که شما کی هستیم و گفت که خانم من میخواد شما رو ببینه. باز من اونجا گرفتم و حرم شریف همراه خانم خود دو خواهر دیگه بودن. اما خواهر دیدم گریه کرد که من در اروپا از اروپاییان بی حجاب تر بودم و صحبتهای تو رسید و من با جمعی از خواهران فعلا در اونجا همین صحبت‌ها در حال تکثیر هستیم و ما به راه دعوت. خب ما برای ما این بزرگترین یعنی واقعا لطف الهی هست و همچنین تماس‌های زیادی در اونجا هیچ زوری هم نیست، هیچ فشاری هم نیست، کاملا به اختیار خودی. و در عرصه تاجیکستان و خصوصا که تاثیرات زیادی صدای منبر و ندای منبر رفته و بزرگترین واقعا دستاوردی که لطف الهی و فضل الهی هست همین منبره که جوانهای زیادی خود از اونها اظهار میکنن که ما از خیلی راهها بوده برگشتیم و آمدیم و پایین همین منبر اصلاح شدیم و از این ناحیه خیلی برای من یک شرف و افتخار هست. اما از یک ناحیه خودم بسیار پریشان هستم، بسیار نگران هستم. پریشانی و نگرانی من این هست که اگر روز قیامت اینها همه طرف جنت برن و ما خدای نخواسته ی اعمال ما ریا باشه و خدای نخواسته سمعه باشه، خدای نخواسته للهی در کار نباشه و ما طرف دوزخ برم، دو شرمندگی هست. یک شرمندگی که من نتانستم نیت خود خالصانه و مخلصانه بگردانم و یک شرمندگی که اینها به صحبت ما هدایت شدن و من انمی بسیار نگرانیه که حتی بعضی شبها هم نیمه های شب به بیدارخوابی برای ما گفته بشه لما تقولون ما لا تفعلون. از این ناحیه بسیار پریشان و بسیار نگران، چون شهرت خود از او یک ابتلا و آزمایش هست و ای که کل مردم تعریف و توصیف میکنن بگه ابتلا و آزمایش هست با القاب های مختلف که مردم القاب میدن. اینها همه سفره که از جانب نفس و شیطان هست که پهن میشه که چیزی رو میگیم نتونیم همون عملی و بالاخره رضایت. همیشه بارها و بارها در منبر همین یاد میکنم که از شما مردم من همین تقاضا دارم که خداوند یک نام مبارکش ستیر هست و همیشه میگم که جمیل باشه. دیگه الله سبحانه تعالی بپذیره
همه الحمدلله کارها و دستاوردها کارها و دستاوردهایم به تمام مجموعه ما تنها نبودم، علمای دیگه در کنار ما بودن، مخلصین بودن و شخصیت های واقعا اهل درد و درک و همه اینها بودن. ای که نام من مسکین در این وسط بیشتر مطرح شده، ای هم یک ابتلا و آزمایش خداوندی هست. در غیر از او دیگه کارا رو دوستا میکنن و نام شده از من که خداوند جل جلاله مار ببخشه و میگن هر کس که بامش بیش برفش بیشتر خطر است. واقعیت الله حفظتان بکنه و همه ما توفیق عمل بده در اون چیزی که میگیم. واقعا رنج بسیار بزرگی اشاره کردیم، درد بسیار کلان است. کل بنی آدم خطا، نظر به می جملاتی که اشاره کردین، همه انسان ها مرتکب اشتباه میشن، مرتکب خطا میشن و عقیده ماست که بعد از انبیاء علیه السلام هیچ کسی دیگه معصوم نیست، نه امامی، نه شیخی، نه عالمی، نه پیری، نه جوانی. بزرگترین اشتباهی که در عالم زندگی، در امور روزمره، کارهای زندگی مرتکب شده باشین که از اون رنج ببرین، یک اشتباهی است که بین انسان به الله است که محفوظ است، ولی هدف ما چیزی دیگر است. چانسی مساعد شده استفاده نکردین، فرصتی از دست رفته، در مقابل کسی یک چیزی پرسان کرده خشم کرده باشین که ناراحت باشین از اینکه چرا این کار اتفاق افتاده. در زندگی اشتباهات زیاد هست، نشیب و فرازها زیاد هست. یعنی تا پای انسان به سنگ نخوره انسان متوجه نمیشه. اگرچه خدا رو شکر میکنم تا به می لحظه اشتباه قصدی انشاءالله نکرده باشم که من قصدن بفهمم یک کار خلاف شرع بوده باشم من انجام داده باشم. یک اشتباهی که شاید ذهن خیلی از دوستارم مخدوش کرده بود چند وقت قبل صورت گرفت که واقعا برای من هم دردآور بود هم رنج آور بود. مر بردن به یک محفل. من از جریان محفل خبر نداشتم که محفل کی هست و چه کاره هست. خب دوستایی که مر برده بودن اونا هم آدمای مخلصی بودن، اونا هم خبر نداشتن یا چی رقم. باز بعداً به اون محفل من شروع کردم به تعریف و به توصیف همون شخص که این مجاهد و این قهرمان و این فلان و این فلان و این فلان. بسیار که تعریف شد و بعداً از محفل که بیرون شدم که 180 درجه بر علاوه که مجاهد نبود، قاتل مجاهد بوده، مجاهدین زیاد شهید کرده بوده و بسیار برای ما دردآور و رنجاور شد و او فیلم هم پخش شد و خیلی از دوستا هم برای ما در تماس عکس العمل نشان دادن. عکس العمل که نشان دادن باز دلایل اینا موثق بود. و باز ما گفتم که انسان اشتباه میکنه و ما متوجه قضیه نبودم. انسان هست. حتی از لحاظ بعضی اشتباهات دیگه هم که ما چون همیشه سر منبر از سن 17 سالگی وقتی که ما به منبر بالا شدم درجات علمی که الان هم ضعیف هست، پایین هست و در او وقت و زمان فقط درجات علمی ابتدایی بود که کتاب هایی که بیشتر در خانه مروج بود و رواج بود و همیشه برای بعضی مطالبی بیان شده که ضعیف بوده. بعضی دوستار میگم من یک کتاب به خانه دارم که یکی از استادا رو به ما داده بود که بیشترین وقت تبلیغ ما همو وقت از او بود. معارج النبوه فی مدارج الفتوه. مجموعاً 2000 صفحه داره این کتاب. سبحان الله قدر بزرگه. این یکی از استادا به ما داد، گفت همیره ببین که چی قصه های شیرین داره. باز ما دیگه چون به خاطر که قصه و منبر و مردم هم دوستا لذت میبرن و بیشترین قصه ها از اون میگرفتم. باز بعد از این که الحمدلله در خصوصا کلی دعوه و اصول دین بحثم تاریخ بود، یعنی تخصص که در تاریخ داخل شدم که حقیقتا چقدر روایت های ضعیف که خیر که موضوعی و اینها بود. باز ما چندین مرتبه در لابلای صحبت ها همین اشاره کردم که برادرها از سن 17 سالگی که تبلیغ شروع بشه و الان سنم 37 سال هست. به این مدت در صحبت‌های ما اشتباه بوده، در صحبت‌های ما حرف ضعیف بوده، در صحبت‌های ما قصه موضوعی بوده، در صحبت‌های ما فهمیده یا نفهمیده موضوعات. پس بناهن هر دوستی که با ما دوسته
واقعا مخلصه، واقعا مرا دوست داره، هر صحبت ما که موافق به کتاب الله و سنت رسول الله بود بپذیریم، نبود همور جمع کنیم، همور احترامانه قولی که امام ابو حنیفه میگه، امام شافعی من گفتم همور احترامانه به تنور آتش بندازیم که بسوزه که آثار نمانه. دیگه طبعا اشتباهات لفظی شده و از اشتباهات عملی هم که قبلا اشاره کردم که برای من تا به حال کم یعنی قناعت بخش نشد که من چرا در یک محفل برم تحقیق و امور نداشته باشم که همین شخص کی هست که من قدر او رو تعریف و توصیف بکنم. بسیار عالی. انصاری صاحب عزیز، هدفم واقعا همین بود که بعضی از مردم تصور میکنن که علما معصومن، هیچ دیگه خلاص اگر یک کوچکترین صدها اشتباه از کسی دیگه ببینن عکس العمل نشان نمیدن، اما اگر کوچکترین اشتباه از یک عالم ببینن میبینی که عکس العمل زیاد نشان میدن. به عنوان آخرین سوال، از سن 17 سالگی که شروع کردین تا الان 37 سال با همین دستاوردها به همین ترتیب پیش آمدین، اگر حیات باقی باشه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اگر الله توفیق بده حیات باقی باشه، در آینده به همین منهج همین ترتیب پیش میرین یا که تغییر نظر دارین در شیوه تدریس، دعوت، برنامه‌های کاری؟ چه پلانی دارین برای آینده؟ ان شاء الله اگر الله سبحانه و تعالی بخواد. پلان ها کو زیاد هست و دید مؤمن و مسلمان باید چنین وسیع باید باشه که یکی از آرزوهای بزرگ من این هست که شاهد بار دیگر خلافت اسلامی باشیم و امت اسلامی از این پارچگی و پارچه پارچه شدن جدا باشه و در آینده ما زمین بزرگی که اینجا طرح داریم، مسجد نقشی از او آماده هست که مسجد جامع در حدود 20 میلیون دلار ساخته بشه. در همین مکان یا تغییر؟ در جایی که اجتماع روز همایش بسیار ایدگاه او ساخته بشه و در کنار از او تعمیر دارالعلوم هست که انشاءالله با آینده ساخته بشه و همین پرچم اسلام به همه جا بلند باشه با وحدت، اتحاد، اتفاق و انسجام و همبستگی. و دنیا کو جایی هست که خواهش ای را نمیکنه که ما بگیم آرزوی ما در دنیا چی هست. بزرگترین آرزو در دنیا رضایت الله سبحانه و تعالی هست که همون به دست بیاریم و این لیاقت و این شایستگی ما برای خود نمی بینم که بگم که الله سبحانه و تعالی آخرین فرصت ها و آخرین لحظات همون شهادتی که خداوند راضی هست نصیب بگردانه. باز هم از درگاه الله سبحانه و تعالی ناامید نیستیم. این بزرگترین آرزو هست. بزرگترین آرزوی ما همون آرزوی رسول صلی الله علیه و سلم است که یا الله در راه تو شهید باشم و زنده باشم، شهید باشم و زنده باشم، شهید باشم و زنده باشم. همه اینها رضایت الله سبحانه و تعالی. و در قسمت ای که تا به همین لحظه لطف الهی شامل حال شده، بیش از 10 مرتبه بالای خانه حمله شد و مسیر را بم گذاشته شد و بالای مدرسه حمله شد و این که تا به همین لحظه خداوند فرصت داده، این لطف الهی هست. هر روزی که در دنیا باشیم به یاد الله و ذکر الله بزرگترین نعمت هست. لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اما همیشه من از خداوند ایر خواستم که یا الله همین خاتمه ما رو به خیر بگردان، چی به شهادت بشه، چی به مرگ طبیعی و روی بالین بشه. مهم اینه که اللهم انی اسألک حسن الخاتمه، خداوند حسن خاتمه رو نصیب بگردانه و الله سبحانه و تعالی ما در همین را ثابت قدم داشته باشه که از دعاهای نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست که میفرمایند اللهم انی أسألك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. خداوند قلب ما ثابت قدم داشته باشه و در طاعت پروردگار عالم و الله سبحانه و تعالی خاتمه ما به خیر بگردانه. ما یک وقت گنجنامه شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری می خواندم که در او می نویسند که روز قیامت چی بسا عزیزها ذلیل میشن و چی بسا ذلیلها عزیز میشن. حال در دنیا همه کس ما را عزیز میدانه، همه کس ما را خوب میدانه، مردم میآیند میگن تو دعا بده، تو دعا بکن، تو بالاخره همه سر از زبان ها و اینها. و روز قیامت که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الله به او روز قلب سلیم و سالم نصیب بگردانه و الله سبحانه و تعالی از ما راضی باشه. و اگر این لیاقت و این شایستگی که خداوند جل جلاله نصیب ما بگردانه که شهادتی که او راضی باشه، شهادتی که الله سبحانه و تعالی وقتی در روز قیامت
عمر که با تن خون آلود می آید، عثمان که با تن خون آلود می آید، علی که با تن خون آلود، صحابه جلیل القدر، سیدنا امام حسین و سایر بزرگان دین، امام ابو حنیفه، امام احمد ابن حنبل و سایر بزرگان دینی که در راه اسلام فدا شدن، ما هم جز همان راهروان و بالآخره در ردیف اونها استاده باشیم. بگم این تن شما چرا خون آلود هست؟ بگیم یا الله فدای دین تو شده و فدای قرآن و اسلام و همون مقدسات ما شده. پروردگار عالم از همه ما و شما راضی باشه. از شما تشکری میکنم که واقعا زحمت کشیدیم به این از کابل واقعا تشریف آوردیم به هرات و این صحبت های پراکنده من طلبه. یکی از جمله برنامه ها و پروگرام های من همین هست که تا روزی که حتی زنده باشم یک طلبه هستم. علما که وقتی نشسته هستن من خادم علما هستم و تمام این پروگرام ها و تمام برنامه ها همه اینها برمیگرده به علمای بزرگی که در اینجا درس دارن، تعلیم دارن، تدریس دارن. و الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی باشه. از این عزیزان دستاندرکاران پیمان پرودکشن تشکری میکنم، جوانای مخلص مؤمن، و از شما که واقعا در مو خط اول جهاد و مبارزه شما قرار داریم که پیام علما رو میرسانیم و خود شما جز علمای دین هستیم، استاد عزیز و گرامی هستیم. و الله سبحانه و تعالی زحمات شما بپذیره و قبول کنه و خداوند روح علما و داعیانی که از دنیا رفتن، جناب استاد دکتر صاحب ایاز نیازی رحمه الله، جناب استاد مفلح رحمه الله و سایر علما و بزرگانی که از ولایات مختلف جام شهادت نوشیدن، الله روی ارشاد داشته باشه و برای بازماندگان از اونا صبر جمیل عنایت بفرماید. موفق و مؤید و پیروز و کامگار باشیم. تشکر. لطف کردیم. سلامت بده. الله شما رو موفق داشته باشه. خدا عزت بده. سلامت باشید. بینندگان عزیز، برادران و خواهران بسیار عزیز و گرامی، این بود برنامه امروزی ما، کاملا برنامه متفاوت نسبت به برنامه‌های دیگه، با جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری حفظه الله، کسی که همه شما با او آشنایی دارید و قضایای مختلفی از ابعاد مختلفی زندگیشان به شما بیان کردیم. الله تبارک و تعالی برای همه ما و شما با اون چیزی گفته شد توفیق عمل عنایت بفرمایید. تا برنامه بعدی که با یک مهمان عزیز دیگر خدمت شما قرار میگیریم، همه شما رو به الله یکتایی بی همتا، قیومی توانا، اونی که بر همه چیز داناست، میسپاریم. موفق و مؤید باشید.